روزگاهی در سرزمینی دور ملکه‌ای مهربان در قصری با شکوه زندگی می کرد. در یک روز سرد زمستانی در حالی که کنار پنجره‌ای از چوب آبنوس نشسته بود و سوزندوزی می کرد، انگشتش را با سوزن زد. چند قطره از خونش روی برف سفید پنجره افتاد. ملکه آهی کشید و گفت: کاش دختری داشته باشم با پوستی سفید مثل برف، لب‌هایی قرمز مثل خون و موهایی سیاه مثل چوب آبنوس. و مدتی بعد آرزویش برآورده شد. دختری به دنیا آمد با همان زیبایی افسانه‌ای و نام او را سفید برفی گذاشتند. اما خوشحالی ملکه دیری نپایید، زیرا او بیمار شد و از دنیا رفت. پادشاه با زن دیگری ازدواج کرد، زنی زیبا اما مغرور و حسود. او آینه‌ای جادویی داشت و هر روز از آینه می‌پرسید: آینه روی دیوار، زیباترین زن این سرزمین کیست؟ و آینه همیشه پاسخ میداد: شما ای ملکه. اما روزی که سفید برفی بزرگتر و زیباتر شد، آینه پاسخ داد: زیباترین سفید برفی است. ملکه از حسادت دیوانه شد. دستور داد شکارچی سفید برفی را به جنگل ببرد و او را بکشد. اما شکارچی دلش نیامد به دخترک آسیب بزند. او را آزاد کرد و گفت: فرار کن. سفید برفی در دل جنگل دوید تا اینکه به کلبه‌ای کوچک و زیبا رسید. در کلبه را زد و وارد شد. داخل همه چیز کوچک و مرتب بود. 7 صندلی، 7 بشقاب، 7 تخت خواب. و چون خسته بود روی یکی از تختها خوابش برد. وقتی شب شد 7 کوتوله مهربان که صاحب خانه بودند برگشتند. آنها وقتی سفید برفی را دیدند تعجب کردند، اما وقتی داستانش را شنیدند دلشان به رحم آمد و گفتند: با ما زندگی کن، ما ازت محافظت می‌کنیم. مدتی به خوبی گذشت تا اینکه ملکه دوباره از آینه پرسید و فهمید که سفید برفی هنوز زنده است. این بار خودش به عنوان پیرزنی دست فروش به کلبه رفت و با سیبی زهرآلود سفید برفی را فریب داد. وقتی دخترک سیب را گاز زد بیهوش روی زمین افتاد. وقتی کوتوله ها رسیدند دیر شده بود. او را در تابوتی شیشه‌ای در جنگل گذاشتند تا همه زیباییش را ببینند و برایش دعا کنند. روزی شاهزاده‌ای که در جستجوی عشق واقعی بود به آنجا رسید. وقتی سفید برفی را دید عاشقش شد. خم شد و پیشانی او را بوسید و ناگهان سفید برفی چشمانش را باز کرد. جادوی عشق واقعی او را نجات داد. شاهزاده او را با خود به قصر برد و با شکوه ترین جشن عروسی را برگزار کردند. سفید برفی دیگر هرگز ترسی از ملکه نداشت، زیرا حقیقت و مهربانی همیشه از دروغ و حسادت قوی تر است. نتیجه داستان زیبایی واقعی در قلب مهربان، صداقت و شجاعت نهفته است و عشق واقعی همیشه راهی برای پیروزی پیدا می کند.